دادگاه شهر دوشنبه روز 29 یونی سال 2022 شکایت ورزشگر شناخته زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه و وکیلان او را رد کرد. حکم او را به تغییر باقی گذاشته است. دادگاه نویه اسماعیل سامانی روز 13 مای چهارشنبه را با جرم دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد، ولی او از این حکم ناراضگی کرده به دادگاه دوشنبه شکایت آورده بود. منبع این اخبار رادیو آزادی روز 3 ایول از قبل وکیلان چهارشنبه خبر داد که دادگاه حکم زینه اول را به تغییر گذاشت و شکایت را برای بازبینی آن رد کرد. وکیلان دفاع چهارشنبه گفتند که هنوز تصمیم نگرفتند که به زینه سوم دادگاه شکایت برند یا نه. هفته آینده با چهارشنبه در بازداشتگاه و میخوریم و باید موقعش را معاین کنیم، بعدا تصمیم میگیریم که به زینه سوم شکایت میبریم یا نه، گفتن آنها. قبلا امرالدین علوشایف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان که بعد استردادش از روسیه به 18 سال زندان محکوم شد اعلام کرد که از حکمش شکایت نمیبرد چون که به عدالت دادگاهی در تاجیکستان باور ندارد. مقامات تاکنون درباره حکم چهارشنبه یگان شرح رسمی ندادند، ولی بعد بررسی شکایت کاساسیونی 8 سال و 6 ماه حکم ورزشگر دیگر به اجرا می‌دراید و مقامات میتوانند او را برای ادای جزا از بازداشتگاه به محبس انتقال دهند.